زنان را به حجاب کامل امر نموده. این امر خداست، پس باید هم حجابت کامل باشه در ظاهر و هم به حجابت افتخار بکنی و هم در درونت آرامش پیدا بکنی و هم به دیگران انتقال بدی و تشویق بکنی تا دیگران هم با حجاب بشوند و هم درباره تمسخر و نیرنگ دیگران از تو به خاطر حجابت باید استقامت به خرج بدی و مقاومت بکنید و امر به معروف بکنید و نهی از منکر بکنید. اما آیه‌ای که امر به حجاب کرده خداوند و اطاعت از خدا و رسول خداست چیست؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، آیه 31 سوره نور که امشب تلاوت شد که خیلی از بزرگان دین تشویق میکنن. فکر میکنم که حضرت امیرالمومنین عمر بن الخطاب میگه ای کاش که مردان مسلمان به زنهاشون و دختران و مادرانشون سوره نور رو تعلیم میدادن و هر خواهر مسلمانی سوره نور را حفظ میکرد و به محتواش میپرداخت و عمل میکرد و معانیش میفهمید و خطاب و پیامش را درک میکرد و میپذیرفت. امشب سوره نور در رکعات اول تلاوت شد و در رکعات آخر نماز امشب سوره فرقان تلاوت شد که صفات عباد الرحمن در آخر این سوره چه دوباره بیان شده که ارزشمند است که به این صفات انسان بپردازد. اگر وقتی بالاخره ایجاب کرد که به این صفات بپردازیم قطعا به این صفات خواهیم پرداخت، اما ما در پی حجاب هستیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها ولیضربن بخمرهن علی جیوبهن. آیه 31 سوره نور. ای پیامبر ما کتمان حق نکن و قل للمؤمنات، به زنهای مؤمن بگو، به مؤمنات بگو. خدا داره میگه به زنهایی که منو قبول دارن بگو، اونهایی که لقب ایمانو از من گرفتن به اونها بگو، اونهایی که حرف شنوی از تو دارن به اونها بگو، تا اونها الگویی باشن برای اونهایی که چه بالاخره حرف شنوی ندارن و تمسخر میکنن. شاید به مرور زمان اونها هم تحت تأثیر این امر مهم و زیبا و ارزشمند و آبرومند قرار بگیرن و به مرور زمان اونها هم با حجاب بشوند. قطعا اگر نوری از مسلمان تولید بشود، این نور همه تاریکی‌های پیرامونش را تحت شعاع خودش قرار میدهد. اگر مسلمانی دعا بکند حتی برای خلافکاران و معصیتکاران و گمراهان، نور دعای اون تا مسیری که این دعا به اونجا میرسد و دعا میکنند، اونها رو، اون تاریکی ها را تحت شعاع خودش قرار میدهد. کار خیر رو دست کم نگیریم که تأثیر دارد و حرف خیر رو دست کم نگیریم. و قل للمؤمنات، چه زیبا خداوند بیان میکنه، به پیامبرش میگه به بندگان خالص من، به اون زنهایی که پذیرفتن که بنده خالص من باشن، مؤمنن و من درجه ایمان بهشون دادم، به اونها بگو که چشمهاشان را پایین بندازن اگر احساس فتنه کردن و یحفظن فروجهن، و شرمگاهشان را حفظ بفرمایند. ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، و زینتهای خدادادیشان را برملا نکنن، آشکار نکنن، نمایان نکنن، مگر اون زینتهایی که هیچ راهی نیست و خدا اجازه داده که اون آشکار بشه، که صورت هست و دو کف دست، صورت بدون آرایش، خدادادی و دو کف دست. اما اینکه گریبانشان یا یقشون باز باشد یا آستینشون کوتاه باشد یا از پایین لباسشون کوتاه باشد یا تنگ و فشرده باشد یا چادر نداشته باشند یا لباسی باشد که رنگهای جذاب و خیره کننده داشته باشد یا طلا و زیورالاتی که به خودشون میگیرن یا آرایشی که میکنن بر میان بیرون، پناه به خدا اینها زینت‌هایی هست که باید پوشانده بشود و فقط برای مردی که خدا براشون حلال کرده، دور از چشم فرزندان حتی در اتاق خواب، فقط چه این زینت‌ها را آشکار بکند
تا مردش را به سوی خودش جذب کند و مردش را به عفت برساند که این مرد از نگاه به محاسن زیبای خدادادی و اکتسابی همسرش از نگاه به نامحرم در امان باشد. ولی امروز زینت‌های زن برای کوچه و عروسی و جلسه و جشن و شادی و بازار و بیرون رفتن است و حالت طبیعی خودش برای مردش در نتیجه مردش را وادار می کند که چشم چران باشه چون به عفت نمی رسد. و خداوند و فرشتگان خدا چنین زنی را که سبب می شود مردش به عفت نرسد در تقصیر و کوتاهیش هر شب و هر صبح نفرین و لعنت می کند.